Koş, koş. من بار دوم است که به شریلانکا همچون کاپیتان میرم، همچون بازیگر میرم و ما در آنجا خوب بازی کردیم. بازی های ما خیلی خوب گذشت. شما در خط هجوم بازی میکنید ها؟ بله. آیا گل زدید؟ بله، من در آنجا از دسته شریلانکا یک گل زدم. این مسابقه به شما چی داد عموما؟ ما در این بازی با دسته های مستحکم ایران، هندوستان، نپال بازی کردیم و ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم. از اول پدر و مادر من با فوتبال بازی کردن من یعنی ما رو دستگیری میکردن. همه وقت آنها همه وقت میگفتند که وقتی که با ورزش مشغول شوی حتما تنی سالم، همه جسم سالم، همه چیز میشود. برای همین سلامتی خوب میشود میگفتند. برای همین آنها همه وقت دستگیری میکردن ما رو. شما که عضو دسته منتخب زنانه تاجیکستان هستید، با کدام کشورها سفر کردید و دسته منتخب چگونه جایها رو اشغال کرده است؟ من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بسیار یعنی بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و 3 مرتبه به دولت قرقیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در اونجا اشتراک کرده در مسابقه ها جای نماینده رو اشغال کردم و در جمهوری در دولت اردن یعنی چمپیونات آسیا برگزار شد که در اونجا اشتراک کردم و هرچند کوشش کردم اما نتوانستم از گروه خود برایم و لیکن در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه ها اشتراک کرده همه وقت پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. Parto, somos.